أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. از دوست داشتگان بودن. اگر انسان به توبه موفق شده باشد، این گفتم که یک دلیل است که خداوند و شخص را تو را ما را دوست داشته است. زیرا در آیت کریمه الله متعال فرموده است که استعیذ بالله ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. به شبهه البته خداوند توبه کنندگان را و پاک شوندگان را دوست می‌دارد. سوره بقره در آیت خود این دلیل را الله متعال ذکر کرده است. انسان با چه چیز رشک میکند؟ انما یغتبط بالشیء من یعرف قدره. انسان به یک چیز رشک میکند که ارزش و قیمت این چیز را داند. یک انسان قیمت یک چیز را اگر داند، در این حالت در خصوص وای چیز رشک میکند، خواهش میکند، میل پیدا میشود در قلبش. ولو بذرت الیاقوت بین الدواب. اگر شما یک یاقوت را، چیزی که قیمت بها است، سنگی که قیمت بها است، این را در نزد چی ماندید؟ در نزد حیوان ها اگر ماندید، لکان الشعیر احب الیه. جو برای این حیوان ها محبوب تر است نسبت به یاقوت. برای چی؟ حیوان ها از قیمت یاقوت رو نمیفهمند، لیکن قیمت جو را میدونند. اکنون نگاه کنید. فانظر من ای الفریقین انت. پس انسان باید خودش نگاه کند که از کدام فرقه هست. یعنی که انسان قیمت یاقوت را میداند یا که نمیداند، یا قیمت جو را میداند یا که نمیداند. انسان باید قیمت این دو چیز رو هم باید داند. یاقوت قیمت تر است، جو هم قیمت تر است، لیکن یاقوت از جو با قیمت تر است، این رو باید داند. لیکن حیوان این رو نمیداند. بله. ان تبت فانت من المحبوبین. اکنون نگاه کن، آیا تو از توبه کنندگان هستی یا نه؟ از توبه کنندگانی که دوست داشته شده هستند، از همین ها هستی یا که نه؟ و ان لم تتوب. اگر توبه نکنی، توبه کرده نباشی، در توبه موفق شده نباشی، در این حالت فانت من الظالمین. تو از ظالم ها هستی. قرآن کریم برادران عزیز و خواهران عزیز انسان ها را به دو تقسیم میکند. یک طرز نظر است که در قرآن کریم انسان ها را به دو تقسیم میکند. و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. انسان ها را به دو تقسیم میکند. گفتیم قسم یکم انسان ها را به قسم توبه کنندگان. اگر کسی توبه نکند پس از ظالمان می شود. انسان یا توبه کار می شود یا که ظالم می شود. هنگامی که توبه نمی کند از گناهش، پس و انسان هم به نفس خود هم بر الله و نزد الله هم ظالم شمرده می شود. من تاب ظفر. کسی که توبه کند پس و آدم خرسند می شود، بود می کند. و من لم یتوب. کسی که توبه نکند پس خسیره، در خسارت، در پشیمانی، در سرزنی، بی‌راحتی قرار می دهد. ولا تقطع یأسک و تقول. بعضا می شود که شیطان و نفس و انسان را فریب می دهد. می گوید که تو چقدر توبه کردی، لیکن این کاری خطا رو حالا هم دوام داده ایستادی. پس میگوید که توبه رو ترک کن. این خیلی میشود که این وسوسه هم بعضا میشود که انسان با این وسوسه وا میخورد، این وسوسه رو دچار میشود. در این حالت اصلا و قطعا امید خود رو انسان نباید شکسته کند. توبه رو باید دوام دهد. با فریب شیطان نباید دچار شود انسان. باید در این حالت هم توبه رو دوام دهد. هنگامی که انسان دوام میدهد، الله یک روز نه یک روز و شخص توبه کن را موفق میگرداند. فالمریض یرجو الحیات ما دامت فیه الروح. آدم تا دمی که روح در بدنش است، هر چقدر خسته کسل باشد هم، خسته نتواند هم از جا گشت، هر چقدر خسته باشد هم امیدوار زندگی میکند. توبه کن هم مثل همین. هر چقدر روحش در بدنش هست باشد، توبه را تا آخر عمر نباید ترک کند. اذا تاب العبد. وقت بنده توبه میکند، چه ها واقع میشود؟ فرحت به داره من الجنه. خانه‌ای که در جنت برای وی تیار کرده شده بود، خانه‌اش برای وی خرسند میشود. و تفرح به السماء والارض. و شخص توبه کن، ملائکه‌ای که در آسمان و زمین هستند و آسمان و زمین برای وی خرسندی میکند. و رسول صلی الله علیه و سلم، حتی پیامبر خداوند، این چقدر به امت خود شفقتمند هستند که از امت پیامبر کسی که توبه کند، پیامبر خداوند خرسند میشود. فالحق سبحانه لم یرضى ان تكون محبا بل محبوبا. خداوند متعال راضی نیست که تو تنها در نزد الله دوستدار باشی، لیکن الله میخواهد که در نزد خداوند دوست داشته او باشی، از طرف وی محبوب، دوست شونده، دوست داشته
باشی. این رو الله دوست می‌دارد. و این المحبوب من المحب، یعنی که فرق بین محب و محبوب. محب کسی که دوست می‌دارد، یعنی که ما و شما الله رو دوست می‌داریم، این یک مقام است. محبوب ما و شما رو الله دوست می‌دارد، این دیگر مقام است. مثلا الله رو هنگامی که دوست می‌داریم، این یک مقام خوب است، بهترین است. لیکن از این مقام بالاتر است. این چی؟ محبوب از طرف الله دوست داشته شویم. اگر الله هنگامی که ما رو دوست دارد، در این حالت مقام بنده بالاتر اعلاتر می شود. الله ما را از محبوبان گرداند. آمین یا رب العالمین. از علامت های صدق و اخلاص این است که انسان هنگامی که نصیحت میشنود، نصیحت رو بگیرد و عمل کند و پذیرد این عمل. وگرنه انسان صادق و صاحب اخلاص نیست. ولی یک چیز رو فهمیدن یا که فهماندن با اراده با قدرت الله به وجود می‌آید. بله، در آیه کریمه خداوند کریم می‌فرماید که ففهمناها سلیمان. ما سلیمان علیه السلام را فهماندیم. فهم کردن را هم الله متعال می‌سازد، می‌آفرد. برای هر یکی ما و شما به نسل و عائله ما و شما فهم آیات ها، فهم حدیث ها، فهم دین را آسان و میسر گرداند. والحمد لله رب العالمین.